اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، اولا سلام خود را به یکایک شما رساندنی هستم و دوما گفتنی هستم که طی این چند روز اخیر شما شاهدی آشکار شدن و آشکار کردن یکی از مدلسین، یکی از فریبگران و یکی از خائنان علم و یکی از سیاه کنندگان عالم های اهل سنت و الجماعه، اسکندر ابو محمد مدنی، که با فضل و بزرگی الله سبحانه و تعالی این انسان مدلس و این انسان خائن علم را چند از خیانت‌های علمیش را و چند از دروغ‌هایش را آشکار کردیم که این انسان اصلا قول اون عالم را دیدگی نیست، اما از نام یک عالم اهل سنت استفاده می برد و در پشت عالم اهل سنت پنهان می شد و اعتقاد تکفیری و اعتقاد خوارجیش را برای مردم تقدیم می کرد و آن سخنها را از منبعهای مخصوصی تکفیری های عرب می گرفت و برای شما تاجیکان، برای شما تاجیک های اهل سنت و الجماعت، دوستداران قرآن و سنت پیشنهاد میکرد. با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی اینها را آشکار کردیم و برای شما تقدیم کردیم. این کمبودی ها فقط در یک ویدیو بود. حالا ما هر یک ویدیو این شخصیت را زیر تحقیق و بررسی قرار نداده ایم، فقط در یک ویدیو. پس اکنون شما اندیشه کنید که این انسان چقدر ویدیو دارد، در اون ویدیوها چی تدلیس ها کرده است. پس اکنون شما فکر کنید که این انسان چقدر درس ها گفتگی باشد، در اون درس هایش چقدر انسان ها را فریب کرده است و عالم ها را گپاش تغییر داده است. اکنون این فکر شما هست و شما فکر رو اندیشه کنید. فقط از یک ویدیو 3 تهمت در حق یک عالم بزرگ ابن باز رحمه الله بود و حالا باشد این تهمت چهارم، خیانت علمی چهارم، این تدلیس چهارم است. این هم باشد در همون یک سبت است، ولیکن این تدلیس در سخن ابن عثیمین رحمه الله تعالی می باشد. پس بیایید اکنون گوش می اندازیم ابو محمد مدنی چی می خواند. این عباره را بیایید یک جا گوش کنیم. ابو محمد مدنی اکنون بخوان، ما تو را گوش میکنیم. التماس درست صحیح بخوان، خیانت نکن که خیانتت آشکار می شود. بخوانش. ابن عثیمین رحمه الله در کتاب شرح توحید، قول المفید، شرح کتاب التوحید، در باب ما جاء في طاعة العلماء والأمراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، در همین جا میگه که اما بالنسبة لمن وضع قوانينا تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب في هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. این کسایی که قانونهای دیگر می آورند، قانونهای دیگر می سازند و حکم الله برک طرف میگذارند و به حکم غیر الله کاملا حکم میکنند، اینها به تحقیق تبدیل دادن شریعت را و به جایش قانون آوردن. اینها کافرند. گفت فهو کافر، این آدم کافر است. گفتند انمین گفتند کاملا به حکم غیر الله حکم کردن دلالت میکند عقیده او را که او عقیدتا شریعت الله نخست و هو یعتقد انه خیر للعباد. یعنی این آدمی که حکمی که به غیر حکم الله کاملا حکم کرد، اعتقاد کرد که انمین قانونها
برای بنده ها قانون های بشر بهتر از قانون الله است. از همین جهت کفر است. خب این بود خواندن ابو محمدی مدنی. اکنون بیایید برادران دقت دهید. حالا ابو محمد، ما عباره تو را گوش کردیم، تو خواندی و ترجمه کردی. متاسفانه ترجمه کردت هیچ تعلق به این عباره نداشت. به هر صورت با جاش می شود شاید ویدیو خاص شود برای ترجمه های غلطت، اما حالا همین قدر گفتنی هستم که این ترجمه تو کردی هیچ تعلق به این عباره ها نداشت. یکم مسئله. و مسئله دوم، همون کمبودی های پیشینه که در ویدیوهای پیشینه بیان کردیم در اینجا همچنین بود. حرف را پرتافتی، در جایش حرف دیگر را آوردی که حالا بیان میکنیم. و سیوم مسئله، ناقص کردن، بریدن قول عالم، در اینجا هم کردی تو این کار را. ببین اون جایهایی که شما میبینید خط کشیدگی است، تو همینجا را خون، دوام این را نخون. اینجا را ببین، اینجا ورگل موندگی است، یعنی که این قول بود شدگی نیست، اینجا نقطه نیست ابو محمد، اینجا ورگل است، دوامش قول همین است، یعنی توضیح همین قول است، تعلق به همین قول داره. تو اینجا تا قول نمیفهمی، تو آخر این اینجا باید بخوری، تو آخرش که خوندی بعد تو میفهمی. اگر تو آخرش نخونی تو نمیفهمی ابو محمد. خب به هر صورت بیا برمیگردیم به اصل این کتاب. بیایید اول کتاب می رویم. این کتاب چی است؟ قول المفید. ببینید قول المفید شرح کتابی توحید است. از کی است؟ از ابن عثیمین. اکنون اینجا من یک نازکی را براتون نشان بدهم، زیرا اینکه اینجا یک مسئله مهم است. دقت کنید برادران، این مسئله را دقت کنید. اینجا سال برارش یا سال تحریر شده این کتاب کدام سال است؟ 1417 سال هجری. 1417 هجری. ببینید 1417. این را در یادتون بگیرید، زیرا اینکه شیخ عثیمین رحمه الله از این فتوایی که حالا ابو محمد مدنی خون از این قول بازگشتگی است، از این قول دور شدگی است و این قولش را همچنین رد کردگی است، از این قول بازگشتگی است که بعدتر صوتش را، آوازش را میمانیم و چیسله و سالش را همچنین میگوییم. برای خاطر سال 1417 را در یادتان بگیرید. 1417 که میبینیم شیخ عثیمین چند سال بعد از این قولش گشتگی است. بیایید اکنون میریم به جایی که ابو محمد مدنی خواند. میرویم صفحه 761. ببینید اینجا جایی هست که ابو محمد مدنی خواندش. ببینید اینجا جایی هست که ابو محمد مدنی خواند. اینجا میبینید صفحه 160. فکر نکنید که به خاطر چی 160 شد، زیرا که در داخل این پی دی اف دو قسم یک جا است. قسم یکم تا صفحه چند را برای با قسم یکم از صفحه 1 سر میشه، برای خاطر اینجا صفحه 9 چند شد؟ 160 و اینجا 171 می نویسیم، برای هم اینجا میبره. به هر صورت این مهم نیست، مهم این است که این عباره های است که ابو محمد مدنی خوانده بود. بیاید اکنون ما و شما این عباره ها را اولا یک بار ترجمه میکنیم، تا جایی که ابو محمد خواند و دوامش رو همچنین ترجمه میکنیم، میبینیم که ابو محمد چی سخنها رو و برای چی ترک کرد. و همچنین گفتم که در آخرین یعنی بعدتر قول ابن عثیمین رو میمونیم که از این قولش بازگشتگی است. ابن عثیمین دو قول دارد، دو قول داشتن یعنی از قول اولش بازگشتگی است. مذهب شافعی قدیم و جدید دارد، از قول قدیم بازگشتند و قول جدید گرفتگی هستند. ابن عباس از چندین قولا بازگشتگی هست و عالم های زیاد داریم ما از قول اولینهشون باز میگردن و در پیش از مردنشون، در پیش از مرگشون در کدام اعتقاد باشن یا به کدام اعتقاد یا به کدام قول اگر که وفات کرده باشن، ان همون قول آخرش گرفته می شود. پس شیخ عثیمین این کتاب را گفتیم که 1400 اصلش یعنی که آوازی است، بعد گرفته نوشتگی است 1417. اکنون حالا بعدتر میبینیم که کدام سال از قولش رجوع کرد، از قول اوله بازگشت و قول دوم رو گرفت. این موضوع رو حالا بعدتر توضیح میدیم. میگه که ببینید دیگه چی میگه، ترجمه میکنیم. بیایید، زیرا که ابو محمد مدنی ترجمه کی کرد، ترجمه او غیر خودش و هم مسلکانش برای دیگر کس لازم نیست و همچنین
هر کسی که عربی دان است میداند که این شرمنده حتی ترجمه هم کرده نمیتوند. حال عربی خوانی را یک جانب بمونید، ترجمه کرده هم نمیتوند. ببینید چی میگه. اما بالنسبه لمن وضع قوانین تشریعیه، میگه اما به نسبت شخصانی که قانونهای تشریعی گذاشتگی هستند، مع علمه بحكم الله و بمخالفت هذه القوانین لحكم الله، لیکن همین انسان میگه یعنی با وجود علمش به حکم الله، حکم الله را میداند و به مخالفت هذه القوانین، و باز انا همین قانون گذاشتگیش میگه مخالف است لحکم الله. چی را؟ حکم الله را. حکم الله دا میگه مخالف است. فهذا قد بدل الشریعه بهذه القوانین، میگه این انسان تبدیل دادگی است، تغییر دادگی است شریعت را با ان همین قوانین. چطور گفتیم؟ این قول پیشینه شیخ عثیمین است، قول اولش است. شیخ عثیمین این قول بازگشتگی است. فهو کافر، پس میگه که اون انسان چی است؟ کافر است. شیخ عثیمین حکمش کرده این کلمه فهو کافرون را دقت شما برادران. فهو کافرون که در اینجا میبینید، این فهو کافرون یک فایده دارد، بعدتر میاردش. اینجا این مسئله را میارد. ببینید اینجا این مسئله را میارد. این فهو کافرون را حالا در یادتون بگیرید. لانه، میگه زیرا اینکه انا همون انسانی که قوانین تشریعی را گذاشتگی است، لم یرغب بهذا القانون عن شریعت الله. ببینید اینجا را ابو محمد غلط خونده. لم یرغب بهذا القانون رو چی گفت؟ فی هذا القانون. یا بار گوش کنیم بیا. لأنه لم يرغب في هذا القانون. شنیدید چی گفت؟ فی هذا القانون. پس فی هذا القانون ای بی هذا القانون چی فرق دارد؟ ابو محمد شاید این فرق نکنی، اما این فرق دارد. بیاید حاضر در ترجمه بیانش میکنیم. ببینید میگه که لم یرغب بهذا القانون، یعنی که لم یرغب بهتر و برتر و افضل نداند این قانون را. این طور ترجمه کرده می شود. بهتر و افضل نداند این قانون را از شریعت الله. ببینید اکنون بی اینجا را بیر ابو محمد، این بی که دیگه میبینی، این بی را بای تعدیه میگن. بای تعدیه را میدونی چی است؟ اگر نمیدونی پس رجوع کن به علمی نحو. لم یرغب بهذا القانون یعنی که برتر و بهتر ندانسته است همین قانون رو، هم قانونی که گذاشت، عن شریعت الله، از شریعت الله سبحانه و تعالی، الا وهو یعتقد انه خیر للعباد والبلاد من شریعت الله، مگر اینکه میگه همون انسان اعتقاد میکند که انه هر آینه انا همین قانون گذاشتهش خیر للعباد، خوب است، بهتر و افضل است برای بندگان، والبلاد و برای شهرها، من شریعت الله، از شریعت الله دا دیده بهتر و خوبتر است. ببینید تو انا همین جر اسکندر تکفیری خواند و خلاص، دوامش را نخوان. برای چی؟ اکنون بیاید دوامش را میخوریم، واضح میشود تدلیس مدلس بودنی ابو محمدی مدنی. ببینید چی میگد و میگد و عندما نقول بانه کافر، وقتی که میگم ما میگویم که اون انسان کافر شد، و در بالا گفت که در اینجا ببینید فهو کافرون گفت، میگه وقتی که ما میگیم پس اون انسان کافر شد، فنعنی بذلك، قصش بیان میکنه شیخ تکفیری نیست، ابن عثیمین تکفیری نیست. ببین چی میگه، فنعنی بذلك ان هذا الفعل یوصل الى الكفر، یا که یوصل الى الكفر، هر دو جایز است. یوصلو بابی هفتمه، اگر نمیدونی از صرف بابی هفته، یوصلو باشد بابی هشته. خب یوصلو یا که یوصل الى الكفر. دیدید میگه فنعنی بذلك، یعنی که ما مقصد داریم، نعنی معناش نقصدو، یعنی که ما مقصد داریم بذلك، با انا همین قول گفته امان ان هذا الفعل، این که انا همین فعل یوصل الى الكفر، انسان رو به کفر میرساند. ببینید شیخ تکفیر نکرد، گفت که به کفر میرساند. با وجود این شیخ از این قولش بازگشتگی است. بعدتر ویدیوش رو میبینید، آوازش رو گوش میکنید. ببینید در دوامش چی میگه، ولکن اینجا همچنین ابو محمد تکفیری نخواند. برای چه؟
برای بر ضد اعتقادش است. ببین چی میگه، ولکن قد یکون الواضع له معذورا، ولکن میگه گاه واضع یعنی که همون قانونگذارها، قانونگذارنده ها قانون تشریعی را میگذارن، همین ها میگه گاه چی هستن؟ معذورا، معذور است. ای ابو محمد تکفیری، با اعتقاد تو بگیریم، باز یکی از جهمی ها کی است؟ ابن عثیمین است، زیرا که معذور میداند، گاه میگه معذور است، عذرش میتید. شما عذر نمیتید کو تکفیری ها؟ ببین شیخ عثیمین عذر میتید، میگه معذور است، عذر دارد. مثل ان یغرر به، مثل ان یغرر به، مثال میذاره میگه مغرور گردانده میشود وی را، که ان یقال، به مثل اینکه گفته میشود این هذا لا یخالف الاسلام. مثلا اگه اون کس میگوشه که این قانونگذاری مخالف اسلام نیست، یکم عذر شد، معذور شد، معذور شد برای این کاری کردش. پس قانونگذار چی شد؟ معذور شد، به خاطر اونه که گفتش که این مخالف اسلام نیست. یکم او هذا من مصالح المرسله، یا میگه که این از مصالح مرسله است. مصالح مرسله مسائلی که در شریعت برای کردن و نکردنش دلیل نیامده است، پس برای مصلحه اون رو میکنن، به مثلا علامت گذاری راه ها، قانون هایی که در راه هست که او را باید رعایت بکنی. اگر اون قانون گذاری رعایت نکردیم، بگیم که نه این حکم گذاری غیر شرعی هست، کام رو میزنی میمری. یک ماشین دیگه میاد میزنت، اگر رعایت نکردی پایهایت از آسمان هفتم برگشته میآید. ببینید، او هذا من مصالح المرسله، یا میگه این از مصالح مرسله هست. او هذا مما رده الاسلام الى الناس، یا مثلا یگان کسی دیگر باز میگوشه که این از جمله قولها یا عملها و چیزهایی هسته که رده الاسلام الى الناس، یعنی که اسلام این رو به مردم وابسته کرده استش، یعنی که مردم خودش چیکاری بکند. شاید انا همین چیزها میگه این قانونگذار میگه معذور میکند، این قانونگذار عذر میشود، یا غیر از اینو که جاهل باشد مثلا عذر میشود. چطوره که ما اهل سنت و جماعت میگویم که معذور با عذرش تکفیر کردن نمیشود، اما شما تکفیری ها از این قول هزارها کیلومتر دور هستید و هزارها کیلومتر میگریزید. اکنون برادرانم، این بود قول شیخ ابن عثیمین رحمه الله. پس شما یقین کردید که ابو محمد مدنی در اینجا چی خیانت کرده است؟ ببینید، جای اصلی و جای لازمی را نیاورده است، جای اصلی جای لازمی را نیاورده است برای بر ضد عقیده اش. این بود یکم مسئله. این گمراه زده این قدر مسئله ها را ترک کرد. برای چی؟ به خاطر که شما را به گمراهی بکشد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه اعتقادش موافق این گپ های ابن عثیمین نیست. به همین سبب این بدبختی ها و ناکامی ها و افلاسی ها را این انسان ناکام، این تکفیری زمان انجام داد. بیاید اکنون دوام قول ابن عثیمین رحمه الله تعالی را میبینیم که ابن عثیمین چی میگوید. اعتقاد ابن عثیمین را بیا از اینجا خوب بفهمیم، زیرا که این تکفیری ها اعتقاد تکفیریگی اشون را به عالم های اهل سنت و الجماعت حواله میکنن، گویا که این اعتقاد اهل سنت باشد. نه، اهل سنت و الجماعت از اعتقاد اینها بیزار است. ببینید شیخ عثیمین رحمه الله تعالی چی میگوید. این قول شیخ عثیمین است، دوام همون کتابی قول المفید است. ببینید میگوید که ولیعلم انه یجب علی الانسان ان یتقی ربه فی جمیع الاحکام. میگه باید دانسته شود که واجب است برای هر یک انسان تقوا را پیشه بکند در تمام احکام، یعنی که از الله بترسد، با تقوا در تمام کار معامله بکند، هوا و هوسش را به مثل ابو محمد تکفیری پیش نگذارد، بلکه با تقوا با ترس الهی صحبت بکند. فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية. ببینید چی میگوید. باید سراسیمه و سراسیمگی نکند. در چی؟ فی البت بها، در واقع کردن حکم. در واقع کردن حکم باید انسان سراسیمگی نکنن. خصوصا فی التکفیر، میگه مخصوص در مسئله تکفیر.
انسان زود در مخالفش را حکم به تکفیر نکند که این اصلی صفت تکفیری ابو محمد مدنی اسکندر هست، این صفت اصلیش است. باید انسان میگه این طور نباشد. الذي صار بعض اهل الغیرة والعاطفة یطلقونه بدون تفکیر ولا رویه. میگه تکفیری که گشته است بعضی از اهل غیرت، بعضی از کسانی که غیرت میکنند سخن الله را گوش نمیکنند، بعضی کسانی که غیرت میکنند و الله و پیامبر را اهمیت نمیتیند و رد میکنند، والعاطفه یطلقونه بدون تفکیر ولا رویه، میگذارن اطلاق میکنن تکفیر را بدون تفکیر، یگان فکر نمیکنن که این دیگر در کی است و چی ضرر دارد آینده ده، ولا رویه، و همچنین اهمیت نمیتن که در آینده کارش چی میشود، به دقت به اهمیت از دانش هر چیزی که ببراید محقولش نشید یکم کلمه تو مشرک هستی، تو ملحد هستی، تو مرتد هستی. این دیگر در نوک زبانشان هست، هر مخالفش رو این سخن رو میدهد. مع ان الانسان اذا کفر شخصا، میگه اگر انسان یک شخص رو تکفیر کند، بگه تو کافر هستی، ولم یکن الشخص اهلا له، ولم یکن الشخص اهلا له، یعنی همون شخص اهل نباشد، یعنی سزاوار تکفیر نباشد، عاد ذلك الى قائله. ای ابو محمدی تکفیری، تو از این قول آیا یک بار همین عباره را خوندی؟ عاد ذلك الى قائله، میگه این سخن گفتش به گویندهش بر میگردد، به گویندهش سخنش بر میگردد، یعنی تکفیر که کردی به خودت بر میگردد. ای بدبخت، هر کسی که از پیشت میبره تکفیر میکنی به خودت بر میگرده. ای ناکام، ای گمراه. و تکفیر الشخص یترتب علیه احکام کثیره، میگه که تکفیر کردن یک شخص چندین احکام ها حاصل می شود. وقتی که تو یک انسان رو تکفیر میکنی چندین احکام ها حاصل می شود. اون احکام ها چی است؟ فیکونو مباح الدم والمال. یکم که اون انسان را که تکفیر میکنی اون انسان را خون و مالش مباح می شود، مباح می گردد. و یترتب علیه جمیع احکام الکفر، و همچنین میگه حاصل می شود بر اون انسان تمام احکام کفر. احکام کفر با بالای اون انسان میگه حاصل کرده می شود. ای ابو محمد، آیا میدونی تو یک وقتی که انسان مسلمان رو کافر میگوی باید او را نماز جنازه نخوانند، اگر زن داشته باشد باید از زنش جداش بکنند، اگر پول و مال داشته باشد بعد او فرزندانش دیگر این پول و مال گرفته نمیتواند. ای بدبخت، تو میدونی چی گفته ایستادی؟ چی کاری خطرناکی رو کرده ایستادی؟ و کما لا یجوز ان نطلق الكفر على شخص معین حتی یتبین شروط التکفیر فی حقه. میگه که و کما لا یجوز، و همچنین میگه جایز نیست ان نطلق الكفر، کفر را اطلاق کنیم علی شخص معین، به یک شخص معین بگیم فلانی پسر فلانی کافر است، الان میتور با شخص معین تکفیر کردن جایز نیست. تا کی؟ حتی یتبین شروط التکفیر فی حقه، تا زمانی که بیان شود شرطهای تکفیر در حق همون انسان. یعنی شرطهای تکفیر اول بیا بیان کن، اول بیا ابلاغ حجت کن، اگر شبهه داشته باشد شبهش را دور بکن، بعد از همه اینها بعد تو میتونی تکفیر کنی. ای ابو محمدی تکفیری، یجب الا نجبن عن تکفیر من کفره الله و رسوله. همچنین میگه واجب است که ما ترسو نباشیم، نترسیم از چی؟ از تکفیر کردن شخص هایی که الله اونها را کافر گفتگی است و پیامبر کافر گفتگی است، به مثل یهود و نصارا و به مثل مشرک ها، به مثل بیدین ها، اینها را ما کافر میگیم بدون ترس، بدون وهم. اما یک شخص مسلمان رو کافر گفتن میدونی چی است؟ ای ابو محمد تکفیری، هر وقت تهمت میزنه که شما مشرک رو مشرک نمیگید. ما مشرک میگیم. هر کسی که مشرک نگد خودش کافر میشود. ای ابو محمد تکفیری، ما یک مسلمان معین جاهل رو تکفیر نمیکنیم زیرا که عذر دارد. ای ابو محمد مدنی، از الله بترس با این اعتقاد تکفیریت. میگه ولكن یجب ان نفرق بین المعین و غیر المعین، ولكن میگه واجب است فرق کنیم بین معین و غیر معین. فالمعین یحتاج الحکم بتکفیره لامرین،
پس میگه یک چیزی معین رو، یک انسان معین احتیاج دارد حکم و تکفیر کردنش به دو کار. یعنی که وقتی که یک انسان معین میخوای تکفیر بکنی باید این دو شرط باشد. ای ابو محمدی تکفیری، این دو شرط رو از یاد کن، از خود کن. این اعتقاد اهل سنت و الجماعت است. ای خوارج زمان، یکم شرط چی است؟ ثبوت ان هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. یعنی ثابت کردن خصلتی کی قام بها، اون انسان ان همین خصلت رو انجام داده است، مما یقتضی الکفر، از جمله خصلت‌هایی باشد که طلب بکند و تقاضا بکند کفر رو، یعنی که به درجه کفر برسد، ان همین طور عمل رو اگر انجام بدهد. یکم شرط. دویم شرطش چی است؟ انطباق شروط التکفیر علیه، یعنی که تطبیق کردن شرط‌های تکفیر بر اون انسان، یعنی پیدا کردن و تطبیق کردن شرط‌های تکفیر بر بالای همون انسان رو که میخوای تکفیرش کنی. این دویم شرط است. و اهمها، و از مهمترین شرطاش چی می باشد؟ العلم، باید اون انسان علم داشته باشد درباره همین عملی که انجامش میتید شرک است، باید علم داشته باشد. بان هذا مکفر، علم داشته باشد که انا همین عملی میکردگیش عملی کفری است، یعنی انسان رو کافر میکند، انسان رو از دین بیرون میکند. انا همین طور باید بداند، علم داشته باشد. ای ابو محمد تکفیری، هر کسی از پیشت میبروید اون رو تکفیر نکرد. در دوام سخن ببین شیخ چی میگه؟ میگه فاین کان جاهلا، اگر که جاهل باشد، نداند چی عمل کفری را کرد، اما جاهل است، نمیداند بیچاره، بس چیکارش میکنیم؟ فانه لا یکفر، میگه اون انسان کافر نمیشود. این سخنی کی است؟ سخنی شیخ عثیمین رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم. بگه به همین سبب است که عالم ها ذکر کردگی هستند که از شروط اقامت حد، یا حد رو در بالای کس جاری میکنی، شرطش همین است که ان یکون عالما بالتحریم، همون انسان گناهگار عالم به تحریم باشد، یعنی که بداند تحریم بدن، حرام بدن همین مسئله را میگه بداند. ببین چی میگه؟ میگه هذا وهو اقامه الحد وليس بتکفیر. این فقط در یک اقامه حد است، تکفیر نیست. تکفیر از اقامه حد بدتر است. ای ابو محمد، آیا میدونی این را تو؟ و التحرز من التکفیر اولا و احرا، و دوری جستن از تکفیر کردن این بهتر و سزاوارتر و خوبتر و شایسته تر هست. میگه باید انسان دوری بجوید از تکفیر کردن. قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. ببینید چی میگوید؟ میگه که این سوره نساء آیت 165 است. الله سبحانه و تعالی میگه رسلا، فرستادم. الله میگه رسول های را که مبشرین، اونها بشارت دهنده هستند، و منذرین، مردم را ترساننده هستند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه نباشد برای مردم بالای الله حجت بعد از فرستادن پیامبران. ببینید این آیت سوره نساء آیت 165. و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. سوره اسراء آیت 15. الله سبحانه و تعالی میگه و ما كنا معذبین، الله میگه ما عذاب نمیکنیم حتی نبعث رسولا، تا اینکه نفرستیم پیامبری رو میفرستیم و پس آن عذاب میکنیم. یعنی که ابلاغ حجت این همچنین دلیل است که باید ما ابلاغ حجت کنیم، یعنی که اون جاهل را بفهمونیم، زیرا که اون بیچاره بیخبر است. و قال تعالی، همچنین الله سبحانه و تعالی میگه و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ببینید چی میگه؟ سوره توبه آیت 115. الله سبحانه و تعالی میگه و ما كان الله ليضل قوما، یعنی که الله سبحانه و تعالی قوم را گمراه نمی کند بعد اذ هداهم، بعد از اون که هدایت چون کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه بیان کند الله برای اونها آن چیزی را که اونها را به تقوا میرساند، آن چیزی را که اونها میترسند، یعنی که اونها به تقوا رسانده میشود، سبب به تقوا رساندنشان میشود،
تا این رو بیان نکند، الله تبارک و تعالی میگه ما اونها رو عذاب نمیکنم. ای گمراه، تو مشرک میگوی، تو بیدین میگوی، تو همه را مرتد برآورده سی، از الله بترس ای گمراه جاهل تکفیری. در دوام سخن ابن عثیمین چی میگه؟ میگه ولا بد من توفر الشروط من عدم الموانع. ببین میگه توفر شروط، ولا بد یعنی که لازم است، حتمی است، من توفر شروط، باید شرطای تکفیر در اون انسان وجود داشته باشد. مع توفر شروط یعنی که شرطای تکفیر در اون انسان وجود داشته باشد. من عدم الموانع، همچنین موانع تکفیر همچنین در اون انسان نباشد، عدم موانع باشد، شرطاش باشد و موانع تکفیر در اون انسان نباشد، پس می شود که اون انسان تکفیر کرده شود. فلو قام الشخص بما یقتضی الكفر اکراها او ذهولا لم یکفر. ببینید چی میگه؟ میگه که فلو قام الشخص بما یقتضی الكفر، اگر انجام بدهد شخص عملی را که آن چیزی را که طلب میکند کفر را، یعنی که اون چیز انسان را به کفر میرساند، انجام بدهد با چی؟ اکراها یعنی مجبوری، کرهن یعنی که ناخواسته، او ذهولا یا فراموشن، فراموش کرد، لم یکفر میگه کافر نمیشود، اون انسان کافر نمیشود. ببین شیخ عثیمین رحمه الله عذر داد، اما تو ای تکفیری عذر نمیتی. برای چی؟ به خاطر اینکه مخالفی اعتقادت است. لقوله تعالی، الله سبحانه و تعالی میگوید من کفر بالله من بعد ایمانه، یعنی که شخصی که کافر شود به الله سبحانه و تعالی بعد از ایمان آوردنش، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، سوره نحل آیت 116. مگر یعنی کافر نمی شود شخصی که اکره یعنی که مجبور کرده شود، بگم کرهن یک کار رو انجام بدهد، و قلبه مطمئن بالایمان، لیکن قلبش پر از ایمان باشد، این انسان میگه کافر نمی شود. پس این همچنین دلیل است که عذر وجود دارد ای تکفیری، که حالا ما میگیم عذر وجود دارد، تو میگویی که عذر، هر کسی که میگه عذر وجود دارد اون جهمی است. پس شیخ عثیمین رحمه الله چی است؟ به اعتقاد تو جهمی است، جهمی غلات است. نعوذ بالله، ای جاهل، جهمی غلات کافر است ای جاهل. ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه، و همچنین قول رجل، مردی که وجد دابته، چارپایش را پیدا کرد در کجا؟ فی مهلکه، در جایی که هلاک میشد، یعنی که دیگر امیدش از همه چی کنده بود، دیگر شترش رو یا که اون چیزی که سوار میشه دور از دست داده بود. گفت خلاص که دیگر این در این صحرا من نمیرم. و یک وقت چشماشو که در پیش شتر شدید، چی گفت بعد؟ گفت اللهم انت عبدی و انا ربک. گفت ای بار اله تو بنده من هستی، نعوذ بالله، کلمه کفری گفت. ای الله گفت تو بنده من هستی، من پروردگار تو هستم، نعوذ بالله. این طور سخن که گفت اخطا، پیامبر میگه که خطا کرد، من شدت الفرح، از خرسندی زیاد میگه خطا کرد، فلم یؤاخذ بذلک، پس با این سخن گفتش مؤاخذه کرده نشد، تکفیرش نکردن، نگفتن تو کافر شدی، زیرا که از خرسندی خطا کردی این سخن رو گفت. پس معلوم شد که عذر وجود دارد، یعنی که عذر داده می شود. اما مشرکا را ما مشرک میگیم، یگان انسان، یگان مسلمان اهل سنت و الجماعت مشرک واقعی رو هیچگاه عذر نمیتید. عذر ما همون مسلمان هایی را میتیم که در شرک میافتند و جاهل هستند، انا همون شخص ها را عذر داده میشه. ما نه، اهل سنت و الجماعت پیشوای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم عذر داده گشت. ببین این سخن کفری گفت، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکارش کرد؟ گفت اخطا من شدت الفرح، خطا کرد از خرسندی زیاد، تکفیرش نکردن. این حدیثی بخاری هست، میتونی که همچنین در امام مسلم هم آمدگی است، از حدیث انس رضی الله عنه می باشد. پس این بود سخنان شیخ عثیمین رحمه الله تعالی. اکنون برادرانم و دوستانم، ثبتمون خیلی زیاد شد، به همین سبب زیاد شدن اینجا ما گفتیم که شیخ عثیمین از این قولش بازگشتگی است، فهذا قد بدل الشریعه بهذه القوانین فهو کافر. این چیز را اینجا را که خوندیم، اما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمي بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا هو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. این سخن ما گفتیم که شیخ عثیمین رحمه الله از قولش گشتگی است. همچنین ما تاریخ کتاب نشان دادیم که 1417 این کتاب نوشتگی هستند. برادرانم، اکنون شیخ عثیمین رحمه الله تعالی رو که در اول گفتیم ما ویدیوش رو میگذاریم که از این قولش بازگشتگی است، در دوام این ویدیو نمیمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ویدیو بسیار طولانی بد شد، دراز شد.
انشاءالله اون رو یک ویدیو خاص دیگر میکنیم. بعد از این ویدیو به شما پیشکش میکنیم با ترجمه تاجیکی، با توضیحاتی که شیخ عثیمین رحمه الله و چیسله که شیخ عثیمین همچنین بیان میکند. این چیسله را در یادتان بگیرید. این کتاب را نوشتن کدام وقت بود؟ 1417. اکنون در تاریخ بازگشتی شیخ عثیمین رحمه الله میبینیم که کی شیخ عثیمین از این قولش بازگشت و قول را با توضیح بیان کرد. انشاءالله سبت آینده را منتظر باشید. پس این بود امروزه سبت ما و شما، چهارم خیانتی ابو محمد مدنی تکفیری. ای ابو محمد مدنی تکفیری، از الله بترس. ای بی حیا، ای بی حیا، از الله بترس. این قدر خیانت، این قدر بدبختی ها. شیخ عثیمین دو قول داره در این باب. قول اولش هم میگیری، حتی همین قول اول هم پره نمیخوانی، با ذکرم نمیکنی که دویم قول داره شیخ عثیمین. ای جاهل، ای گمراه، ای بی سواد، از الله بترس. این قدر مردم به گمراهی نکشون که عذاب الله تبارک و تعالی بسیار وزمین و دردناک است. ای گمراه، از الله بترس. پس این بود صحبت امروزه ما و شما، جواب خیانت علمی ابو محمد مدنی تکفیری. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.